سلام به کلکل ما خوش اومدین مدالیا. من خوش‌تیپ‌ترین، خوش‌هیکل‌ترین، رکورددار بیشترین توپ طلا، آخر همه خوشگلا در خدمتم. یه نوشابه بخور رو دل نکن. چی؟ من داشتم میگفتم که بذار درست معرفی کنم. کریس رونالدو سلطان سوتی با بابا ما. داشتم میگفتم که خب مدالیای عزیزم ببخشید که دیر خدمتتون رسیدیم. آخه بعضیا بعد ال کلاسیکو غیبشون زد و نیومدن فیلمبرداری همونطور که توی بازی غیبشون زده بود. آیا پسر کریس رونالدو عاشق مسیه؟ نه خیرم، معلومه که عاشق مسی نیست. هیچکی عاشق دومین بازیکن جهان نمیشه. بازکچ واقعی کیه؟ رونالدو، مسی یا زلاتان؟ منم بازکچ منم. راست میگه. دقیقاً بازکچا همشون همین شکلیان، خودشیفته و از خود راضی. ساکت چه کتولنگ ریشنایی. بابا بازکچ مسکچ و بیخیال. زلاتان یه شیر واقعیه و شیرها خودشونو با خودشیفته ها، کتوله ها و اسکلا قاطی آره تو یه شیر واقعی هستی. دمت گرم. سب کن بقیه‌شو بگم. تو یه شیر بیال و دم اشکمی حاجی زلات. رونالدو از مالیات دادن در برو. لعنت به تو مالیات. رفتم. البته منظور ما این نیست که رونالدو خدایی نکرده مالیاتاشو سر وقت نمیده و اصلا منظورمون این نیست که رونالدو پولاشو با هلیکوپتر میبره پاناما که مالیات نده. نوبت تو مسی، به نیمار زنگ بزن و بهش بگو داری میری پاریس سن ژرمن. سلام رفیق نیمه را. زنگ زدم که بگم دارم میام پی اس جی. خودتو آماده کن، سوارزم میاد. میتونیم دوباره با هم دیگه کل اروپا رو بهتر کنیم هر ستامون. بیخیال لیو. چرا؟ به هیچکی نگو اما من دارم میرم رئال مادرید. چی؟ آخه چرا؟ بازیکناشون از پی اس جی و بارسا خیلی بهترن. به هیچکی نگو اما فلورنتینو پرز بهم گفت که میخواد از شر رونالدو خلاص شه چون پیره و داره میمیره. چی؟ رونالدو زنگ بزن به سوارز و سر کارش بذار. عمرن مطمئنم اون دندون طلا یه پیام صوتی گذاشته که منو سر کار بذاره. لویی پسر خوبیه، از این کارا نمیکنه. اگه دروغ گفته باشی و زایم کنی یه لگد میزنم اونجایی که نباید بزنم. سلام. سلام لویی. سلام، تو کی هستی؟ من نیمارم. چطوری؟ سلام، چطوری؟ دارم برمیگردم بارسا. واقعا؟ آره واقعا. عالیه. زنگ زدم که بهت بگم که قراره با هم لالیگا و لیگ قهرمانان رو ببریم. سر کاری داداش. چه؟ یه پیغام صوتیه. اگه از طرفدارای بارسا هستید دکمه 3 رو بزنید. اگه مادریدی هستید کلید 0 رو فشار بدید. من پیامتونم بذارید. گفتم میزنم. آخ مادر. یه کلکل سر بال رندور بندازین. بال رندور دیگه چیه؟ شنیدین چی گفت بال رندور؟ خب منظورش توپ طلا دیگه. پس چرا میگه بال رندور؟ خب اشتباه خونده. معلومه که اشتباهی خوندش. گزارشگر یه حرف اون رو جا انداختی. وقتی توپ طلای ششمو بدن به من اسمشو میذارم بال رندور. یه چالش مانکن با اعضای تیمتون بگیرید. گفت با اعضای تیم. تیمیم نداریم، همش خودمم. پس کی بهت پاس گل میده؟ خودم پاس میدم، خودمم میزنم. خجالت داره. هیچم نداره. اوه ببین کارت چقدر مسخره است. آفرین داری یاد میگیری. تو با سوی خودت خوش باش، منم تو ال کلاسیکو گل میزنم. حالا 2 گل تو سانتیاگو به ما زدی واسه با آدم شدی. اینو کم میبینمه. به نظرتون مسی برنده این کلکل بود یا رونالدو؟ اگه شما بودید چه سوالی از مسی و رونالدو میپرسیدید؟ کامنت بدید بابا، تنهایی دق کردم. به مدال زنگ زدم بهتون بگم دفعه بعد این توپ ششم منو خوشگل‌تر بکشیم برای آقا داشتیم حرف میزدیم.